سلام بچه ها چالش شما 4 کلش، چالش اسپل ها و قهرمان ها سارن. چالش راحت نیست زیاد، فقط زدن تانهالش یه مقدار مشکل، پیاده کردن این ستا گوبلین و سوپر گوبلین که اینجا داریم. خب الباقیش راحته یه جورایی، ولی یه جور نیرو اضافه هم میاری، ولی در ابتدای امر زدن تانهال یه مقدار تریکیه، یه مقدار سخت، دقیق باید بدی نیرو و اسپرتو. یه در تو 3 تا نیرو بیشتر نیست برای زدن تانهال. خب الان میزنم اینجا که ببینید الباقیش که راحت، فعال کردن تراها تو 4 گوش و استفاده از اسفلا تو مرکز مپ. خب در ابتدا هم یه دونه بالون تو مرکز نقشه همونطور که میبینید خالیه میندازیم، 4 تا جای بمب سیاه هست اونجا میخوام غیر فعالش کنیم برای سوپر گوبلینا که راه رو باز کنه، و از اسپل اینویزیبیلیتی و اسپل کلون استفاده میکنیم تا سوپر گوبلینا مرکز مپ رو خالی کنن، کلا سوپر مینیونا ببخشید. خب میریم که بزنیم ببینیم چی میشه تا اینجا. بالون بچه اینجا یکم تریکیه، یه مینیون اول میندازیم که این بمبا رو خالی چیز کنه. بله همونطور که گفتم این اشتباهیه که میکنم. ببین اگر دقیق عمل کنیم اسپل اینویزیبیلیتی 3 تا برای سوپر مینیونا اون وسط کافیه. خب میتونید از 2 تا اسپل اینویزیبیلیتی رو قسمت گابلین استفاده کنید. خب یه بار دیگه میزنیم. واسه بهتون بگم این بخش خیلی تریکیه. خب یه بالون
این هم 3 شد. همونطور که دیدین یه مقداری فقط در ابتدای امر تریکیه، ولی بعدش کلی نیرو اضافه میارید. یه مقدار دقت و خونسردی عمل میخواد.